نسبت چیل با همین عنوان در ناحیه واسه همایش معرفتی فرهنگی دایر گردید. چورابینی مذکور با پیشنهاد حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری شریکان رشد در دوره لایحه جامعه من بدون سیل راه اندازی کرده شد و دایره وسیع اهالی را در بر گرفت. مقصد از این چورابینی سراول جلب توجه جامعه به موضوع بیماری سیل در این دوره بسیار حساس خصوصا بعد از پاندمی کووید 19 می باشد و همزمان بلند برداشتن سطح آگاهی اهالی درباره بیماری سیل، برطرف کردن عقیده های غلط و نادرست درباره این بیماری و همزمان گذراندن شخصان خواهشمند ساکنان ناحیه از تشخیص رنگینی سیار رایگان می باشد. باید گفت که تمام آوازخوانان و هنرپیشه‌هایی که اینجا هنرنمایی میکنند همه‌شون رایگان اشتراک و هنرنمایی میکنند، چون که اینها همه‌شون سفیران پیشگیری سیل هستند. عضو دسته قهرمانان ما نیست با سیل اساسی همکاری بزرگ سیل در تاجیکستان می باشند و از روی انسان دوستی، از روی کسبیت بلندشان خاکسارانه رایگان خدمت میکنند و تمام مبلغ‌های از این چورابینی جمع آمده به مرکز حمایت اهالی از بیماری سیل در ناحیه واسه سپاریده میشه. چورابینی در ورزشگاه مرکزی ناحیه برگزار کرده شده. صدها نفر ساکنان از خدمترسانی طبی پیشنهاد نموده متصدیان و طور رایگان استفاده نمودند. مراتبه اول در ناحیه واسه اینجا رنتگن سیار استفاده کرده شد. در اینجا ما خیلی برآمده مقصد آمدیم چنی بپول به رنتگن بپول رایگان یعنی که حاضر جواب بد که کسر است که نیست مقصدی جاشت حاضر جواب بد. قسمت رسمی همایش در میدان پر از آدمان شروع گردید. در آغاز رئیس ناحیه واسه در سمت سلامتی اهالی برای برگزار نمودن چنین چورابینی ها با حکومت کشور اظهار منتداری بیان نمودند. با این چورابینی هنرمندان معروف تاجیکستان دعوت شدند. در قسمت فرهنگی با اشتراک آنها کنسرت کلان ایدانه دایر کرده شد. در دوره لایحه مذکور که مدت 3 سال را در بر گرفته است، همین گونه چورابینی ها در دیگر شهر و ناحیه های تاجیکستان گذرانیده می شوند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.